اگر فکر میکنید که زندگی در سوئیس خیلی ایدئاله، پس منتظر باشید که چین را همراهش مقایسه کنیم. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. امروز میخوایم یک موضوع خیلی جالب با هم بررسی کنیم. که به نظر شما از نگاه کیفیت زندگی چین بهتره یا هم سوئیس؟ و حالا این موضوع را میخوایم بررسی کنیم و این دو کشور را از جنبه های متفاوت کنار هم قرار بدیم و مقایسه کنیم. گزینه اول از نگاه هزینه در کشور چین معمولا پایین تره تا سوئیس و در سوئیس کلا همه چی قیمت و گرانه. در چین اجاره خانه یا اجاره خوابگاه نسبتا پایین تر، یعنی برای دانشجوهایی که میخواین درس بخوانن یا کسایی که معاش خیلی معمولی داره میتونه یک خانه برای خود اجاره کنه. اما در کشور سوئیس معمولا اجاره های خانه یکی از بزرگترین هزینه که هر ماه باید پرداخت شود. دوم که بیمه درمانی در چین معمولا در سال پرداخت میشه، اما در سوئیس هر ماه و اجباری است، یعنی حتما باید پرداخت کنی. ما وقتی خودم در چین بودم سالانه 800 بیمه درمانی، فقط در سال 800 بیمه درمانی پرداخت میکردیم و تمام. اما در اینجا هر ماه باید 450 پرداخت کنیم. سوم که هزینه غذا در چین پایین بود، اما در سوئیس قیمت یا بلند است. مثلا در سوئیس اگه ما میخواستیم رستوران یا جایی بریم، خیلی معمولی قسمی نبود که ما از قبل برنامه ریزی کنیم بگوییم بریم رستوران. یعنی رستوران رفتن یک چیز خیلی معمول بود، مثل که میگفتیم گوش نشدیم بریم یک چیز بخوریم، یا مثلا بعضی رستوران ها را خیلی زیاد میرفتیم میگفتیم غذاهای تکراری شده بریم یک جای دیگه. اما در سوئیس رقم نیست. مثلا معمولا یا این که خیلی نمیرن رستوران، یعنی میرن اونقدر زیاد اندازه چین نه. و دومی که قیمت ها مثلا هر بار که رستوران میری حداقلش کمترینش 20 یا 30 فرانک میشه که در مقایسه با چین خیلی بلند است. و در چین هم مثلا چی شاگرد باشی چی کار کنی معمولا مردم بیرون غذا میخورن و خیلی در خانه آشپزی نمیکنن. و یکی از دلایلش هم همین است که قیمت غذا در اونجا پایین است. و آخری ای که هزینه حمل و نقل در چین نسبتا پایینه، اما در سوئیس بلند است. و نتیجه ای که اگر که فقط هزینه ها رو در نظر بگیریم، کشور چین برنده است به خاطر زندگی. گزینه دوم مقایسه امنیتی دو کشور است و برای من که تجربه زندگی در هر دو کشور داشتم، امنیت در یک سطح قرار میگیره. چون هم چین و هم سوئیس در هر تایمی از روز یا شب که بخوایم میتونیم آزادانه در سرک یا کوچه هر جای گشت و گذار کنیم و هیچ مشکلی هم وجود نداره. و یک نکته ای که در چین برای من خیلی تجربه کرده بودم و در سوئیس هنوز تجربه نکردم این بود که من در چین بیشتر اوقات یا میرفتم کتابخانه یا قهوه خانه، استارباکس یا جایی مثلا درس میخواندم یا کار میکردم، کاری که مثلا در کامپیوتر یا کتابی چیزی کار میکردم و خسته میشدم. مثلا قبل از ظهر میرفتم ساعت 10-11 بجه میخواستم برگردم اتاق استراحت کنم. هر وسایلی که داشتم، کامپیوتر، کیف پول یا هر چیزی که داشتم اونجا میموندم، میامدم اتاق مثلا استراحت میکردم. بعد از ظهر ساعت 3 یا 4 بجه برمیگشتم، هیچ کس دست نزده بود و خیلی عادی بود، یعنی همگی این کارا میکردن. اکثر اوقات مردم میامدن در قهوه خانه قهوهشون میخوردن، یک کم هم در لپتاپشون کار میکردن، دیگه لپتاپشون هم روشن باز همونجا بود کل روز تا شب هم همونجا بود. آخر شب میامدن میبردن و اگر هم که نمیبردن همونجا بود، کس دست نمیزد. یعنی خیلی یک چیز عادی بود که این بر من خیلی یک تجربه خوبی بود. و در سوئیس هنوز زیرا تجربه نکردم، یعنی نرفتیم جایی که کدام چیز بانم بعد برگردم بگیرم اینا. یعنی نتیجه از نگاه امنیت در دو کشور در یک سطح قرار میگیره. گزینه سوم مقایسه از نگاه حمل و نقل است که اما که همگی میفهمن کشور چین از نگاه حمل و نقل خیلی پیشرفت کرده، قطارهای پیشرفته، متروهای خیلی تیزرفتار و پیشرفته داره. و همچنان سوئیس هم مثلا قطارهای خیلی لوکس و منظم و دقیق داره، یعنی سیستمشون خیلی منظم است که از چین هم سیستمشون تقریبا هر دوشون در یک سطح قرار میگیره، خیلی منظم است. اما از نگاه گستردگی چین حمل و نقلش مثلا پیشرفته تر و زیادتر است. و نکته دیگه که قیمت حمل و نقل در چین پایین تر، اما در سوئیس با وجودی که خیلی منظم است، قطارها تایمایش دقیق است، همون تایمی که نوشته است همون تایمه، اما قیمت بلیط ها بلند است. و دوم ای که قیمت مثلا تاکسی در سوئیس خیلی بلنده و مردم ها چون معمولا همگی از موتور شخصی استفاده میکنن خیلی زیاد از تاکسی استفاده نمیکنن، ولی اگر هم که استفاده کنن قیمتایشون خیلی بلنده و بیشتر هم که استفاده نمیکنن به خاطر قیمتشون است. اما در چین برعکس، قیمتای تاکسی برابر است. یعنی برای من که دانشجو بودم میخواستم یک جای برم، میخواستم تاکسی بگیرم، خیلی
چیزی بزرگی نبود، میگفتم تاکسی میگیرم میرم دیگه همین. و همچنانی که موتورهای آنلاین خیلی زیاد داره در چین، مثلا در 24 ساعت در هر گوشه یا در هر قسمت چین که باشی بخوای موتور بگیری، در هر تایمی که بخوای موتور بگیری میری لوکیشن خودت و لوکیشن جایی که میخوای بری ریسرچ میکنی، مثلا 6-7 رقم شرکت هایی که امی شرکت موتورهای آنلاین است میای، هر کدامش نزدیکتر به خود ما بود انتخاب میکنیم. یعنی در هر تایمی که بخوایم میتونیم موتور پیدا کنیم و جایی بریم، که برای من این خیلی خوب بود در چین. اما در سوئیس همچین چیزی نیست. در نتیجه از نگاه کیفیت و نظم هر دویشان در یک سطح، اما از نگاه هزینه چین برنده است، چون هزینه ها پایین است. گزینه سوم برخورد مردم است که من چون تجربه‌ای که در دو کشور داشتم است که فکر میکنم مردم چین در نگاه اول خوش برخوردتر یا صمیمیترن تا مردم سوئیس. مردم سوئیس در نگاه اول نسبتا سردترن، اما وقتی آشنا شیم یعنی صمیمیتر میشن و خوب میشن. اما در چین مردم کلانش صمیمی برخورد میکنن و فکر میکنم در سوئیسی که مردم خیلی نه اینکه خوش برخورد نباشن، نه، یعنی در نگاه اولی که سردتر هستن بیشتر بستگی به فرهنگشان داره، چون در فرهنگشان خیلی روی ای که به حریم شخصی یک نفر باید احترام بمانند تاکید شده. در چین هم مثلا کوشش میکنن در حریم شخصی احترام بانن، اما یک قسم مثلا مثال بتم ما اگر که بریم جایی در یک پارکی یا مکان عمومی با یک چینی صحبت کنیم خیلی زود امرای ما مثلا صمیمی میشه یا البته برای من بر خود من بود یا پرسان میکنه فامیل چیکار میکنه، پدر مادر چیکار میکنه، چه وقت چین آمدی، مثلا چند مدت میشه زبان خواندی، آیا دست پسر یا دست دختر داری یا نه. یعنی کلا زود صمیمی میشن. اما در سوئیس این رقم نیست و من خودم در چین خیلی تجربه کرده بودم که مردمش مثلا خوش برخوردتر و صمیمیتر بودن. و یک چیز دیگه که در رابطه با برخورد مردمشان خیلی متفاوت است که در چین مردم خیلی به ظاهر توجه داره. یعنی وقتی میگم خیلی به ظاهر توجه داره یعنی که خیلی 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 زیاد توجه داره به اینکه از چه برند استفاده میکنی، چه نوع لباس میپوشی، چه نوع آرایش کردی، موهایت مثلا چه مدل، یا همین که به عملای زیبایی خیلی اهمیت میده. هر رقم مثلا پیچکاری در صورتشان یا بینیشان عمل میکنه یا چشمشان یا لبشان، یعنی عمل زیبایی زیاد است و بیش از حد به ظاهر اهمیت میده. اما در سوئیس رقم نیست. در سوئیس چون مردم از فرهنگ‌های مختلف آمده، مهاجرین زیاد است، هر کس با امو خصوصیات خودش هست. یعنی درسته میخواین ظاهر پاک منظم داشته باشن، اما خیلی مثلا اهمیت نمیده به اندازه‌ای که در چین مردم اهمیت میدادن. و دیگه ای که در مورد اندام، مثلا در چین خیلی به اهمیت میدن که باید سفید باشی، اندامت باریک باشه. اما در اینجا هر کس هم اندام خاص خودش هست، خیلی هم استرسی را نداره که اندام ما مثلا چه رقم باشه یا رنگ پوست ما باید چه رقم باشه. در صورت که در چین مردم وقتی بیرون میرن در مقابل آفتاب هیچ جایشون نباید آفتاب بخورن، مثلا ماسک ضد آفتاب دارن، کلاه ضد آفتاب دارن، بالا پشت ضد آفتاب دارن. یعنی کلا خیلی به ظاهر اهمیت میده. که از این نگاه من خودم سوئیس دوست دارم، چون خیلی چیزای دیگه ما در زندگی داریم که ازش لذت ببریم تا اینکه اونقدر فوکس روی ظاهر بمانیم. و گزینه پنجم آخری کیفیت زندگی است. ای که آیا کیفیت زندگی در چین بهتر است یا در سوئیس؟ خب چون از نظر خودم چین کشوری است که خیلی سریع پیشرفت کرده، خصوصا در شهرهای بزرگش فرصت‌های کاری خیلی زیاد است. چون اکثریت کشورها یا بیشتر کشورها مالایی که از کشور چین مثلا به کشور خودشان وارد میکنن، به این دلیل شرکت‌های بزرگی خیلی زیاد است که فرصت‌های شغلی خیلی زیاد ایجاد میکنن و یعنی کلا سهولت خیلی زیاد داره. اما در کنار ای که این سهولت ها را داره، سرعت زندگی خیلی بالاست. یعنی ما وقتی در چین بودم حس میکردم که مردم همش کلا در دویشه، یعنی هی کار میکردن و در شرکت هم اضافه کاری خیلی چیز معمولی. مثلا کسی که اضافه کاری کنه خیلی کارمندی خوب به اصطلاح برای شرکت به شمار میره. اما در سوئیس برعکس، مثلا تایم کاری مشخص داره، در تایم مشخص میری و در تایم مشخص تمام میشه و اجازه هم نداره که از او بیشتر کار کنی. یعنی در سوئیس تعادل بین کار و زندگی نسبتاً برابر شده، ولی در چین رقم نیست. در چین مردم هی در دویش است و حس میکنی که اصلا از زندگی خود لذت نمیبره و زندگیشان نمیفهمه. اما در سوئیس چون هم طبیعت خیلی زیبا داره، هم آب و هوای پاک داره و هم تعادل بین زندگی و کار نسبتاً رعایت شده، احساس میکنم کیفیت زندگی در سوئیس بهتره تا چین. و در نتیجه از نظر من
کیفیت زندگی در سوئیس بهتر است تا چین، چون من خودم زندگی خیلی شلوغ و یکی پشت هر چیز بدوی من دوست ندارم. یک زندگی نسبتا آرام و مثلا چیل باشه بیشتر دوست دارم تا یک هی پشت هر چیز بدوی و ایشه با دست بیاری دیگهش، ایشه با دست بیاری دیگهش. یعنی از لحظه بیشتر لذت ببریم تا یک پشت هر چیز بدویم. و من خودم زندگی در سوئیس بیشتر دوست دارم تا چین، البته از نگاه کیفیت. و در اخیر اگه بخوایم نگاه شخصی خودم به صورت کلی بگوییم، اگر که ما فقط بخوایم یک زندگی دانشجویی با هزینه کمتر داشته باشم، بازم کشور چین انتخاب میکنم. اما اگر بخوایم یک زندگی پایدار، شغلی پایدار یا زندگی که از کیفیت خوب برخوردار باشه رو داشته باشم، سوئیس انتخاب میکنم که فعلا هم کردم. که البته گزینه هایی که اینجا بیان کردم یا مقایسه هایی که کردم کلا از نظر شخصی خودم و از تجربه‌ای که در هر دو کشور داشتم بود که شاید برای هر کس متفاوت باشه دیگه همه قدر. و اگر شما هم تجربه زندگی در این دو کشور دارین و یا هم کشورهای دیگه، میتونید از تجربیاتتان یا تفاوت هایی که متوجه شدیم در کامنت ها برام بنویسین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بای بای.